کیس جدید منه، اون دوست دختر قبلی منه، مچم گرفت با یه زنه. Everybody hello، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. اینجا شین ریاکشنه و من شهاب سونم، گنگستر لندنی زیرو 21 کید یه دونه ترک داده به اسم کیس. آفیشیال میوزیک ویدیو نیز هست. پس از جنجالای اخیری که به وجود اومد و اون داستان دوست دخترش و دستگیریش و بقیه داستانا، چند وقت پیش هم که فکر کنم کنسرت داشتن با ازاد لیت و اینا تو لندن. یه خلاصه اینجوری حاجی کار کیس 3 دقیقه و 31 ثانیه است. توی سانکلود، اسپاتیفای، اپل میوزیک میتونید گوشش بدید. دایرکتد ویژن، پرودوس بای لیل روست اگر اشتباه نخونده باشم، The SJ Beats، استرویز بیت، اینا پرودوسرهای کار بودن. میکسش کار شاکس میدیته و مستر سعید دهقان. لیبل دریل فارسی هم منتشر کرده کار رو. رفقای گل و قشنگ و زیبارویم، میخوام ازتون که یه حمایت هم من بکنید. کار خاصی قرار نیست بکنید، لایک رو بزنید، یه کامنت عدد 7 یا هر چیز دیگه ای و دکمه سابسکرایب. همین به قرآن من یک آدم قانع چیزیم، خوبیم، گلهای گل هستم من. خب این کار رو گوش بدیم. موزیک ویدیو اتستم کو این هم کنسرت هست که گفتم چی اهمیتی هم اومده. با یه رتسی که ندارم ریلیشن، آزاد شدم از سیشن با کلی الیگیشن. با چی؟ با یه رت، با یه موشیه رابطه ندارم. اسمش چی بود؟ گربه؟ کت؟ نمیدونم چی قشنگ دوست دخترش اومد همون توی اول کار یه دونه پانک زد بهش. رتسی که ندارم ریلیشن، آزاد شدم از سیشن با کلی الیگیشن. خب قضیه همون آزاد شدم خوشحالم ننست دیگه، یا همون چی کت بود اسم چیزش، اسم دوست دخترش. اسنیچا اسممو میکنم منشن، لو لول نو نیمه ولی میخواد فیم شه. اکس بیچ درست کنه پتی کیس، مهم نیست سر صبحش در میام انیویز میفرستمش بره برگرده ویلیج. اینام کیس دارن آجی ولی عجب بیت خدایی حاجی، خیلی گنگ بیتش. دیولی کیس سر قرارت نمیام میشم فلیک، من نمی کنم توی چغالا دورت تو ریت من، چون تو بری سری یکی میاد پیشم بچ بد گردنت نمیگیرم باد ندارم نسبت. نیوه رد تا اعتمادی امسال ترپ تو این بازی خونمه بدون دیز آف. پسر دیگه حالا انقدام نیازی نی بگیری روش بابا، رد شو بره دیگه داستان. بیچر راه دور میاد توی سیف هاوس، لیریکامو میکنم رو لپ کنش امضا. تونی تو این بازی موست وانتده، یه رو به ورس میزنم خاره گوست رایتر. مهم نی اگه بره تو سوشال کوس باز بگه، چون یه نیو فیس داره میاد جبران بشه. احساس میکنم اومده که فقط بسوزونه، یه همچین حسی دارم. با کاری کلا با یه رتسی که سیجلو بابا کاری کلا آره با یه رتسی که ندارم ریلیشن، آزاد شدم از سیشن با کلی الیگیشن. اصلا کلن این چیز کرده، کروس کار کرده اینو. اسنیچا اسممو میکنم منشن، لو لول نو نیمه ولی میخواد فیم شه. با یه رتسی که ندارم ریلیشن داره میگه خیلی از نظر لول و وجه خیلی پایین لولش
حالا با همه این داستانا اومده یه حاشیه درست کرده، میخواد معروف بشه. زاد شدم از سیشن با کلی الیگیشن، اسنیچ ها اسممو میکنم منشن، لو لول نو نیمه ولی میخواد فیم شه. بیت سویچه؟ گریل شد. تو سیشن با فوری در میام زیر 24 ساعت فوری، کیس واسم میسا تو سیشن با فوری در میام زیر 20 با 40 تو سیشن با یه 40 با منظورش میلفه؟ من خیلی پیگیر اون داستانا نشدم، ولی اداره پلیس میلفی درش آورد. چجوری در اومد؟ فوری در میام زیر 24 ساعت فوری، کیس واسم میسازه یه بچه کلی، یادش رفت مثل که بود جنده تونی. واو من میکنم شوت مثل کوبی، مهم نی این نفع جلورم خودی، دنبال کراوتی خوراکم تویی، مسلباس بیاد سرم. کوبی برایانت رو فکر کنم گفت اینجا 3 امتیازی. شوت مثل کوبی، مهم نی این نفع جلورم خودی، دنبال کراوتی خوراکم تویی، مسلباس بیاد سرم پلیس. میگن تونی نامبر وان مارکت، شاید چند سال دیگم بره رد کارپت، رد داد رو سر آپام تارگت، بلد تونی پدر جیل فارسه. حاجی چه خفن داره میره دریلو. نمیرسه پارسل ایرانی جا تقب پژو پارسه. چیکار به ماشین ما، هر کی میرسه این پژو پرشیا رو یه انگولکی میکنه داداش. چیکار دارید؟ عجب بدبختی ها. تونی پدر جیل فارسه. نمیرسه پارسل ایرانی جا تقب پژو پارسه، میریزه خونه کف پارک داشت. متی که ننداخت. نمیرسه پارسل ایرانی، میگه نمیرسه پارست هاپ هاپ ایرانی جات عقب پژو پارسه. چقدر چیز داشتی اینجا، یعنی اون پارس سگ و گفت، بعد یه پارس دیگه منظورش ایرانی بود که میگه میندازم عقب پژو پارس، چون که حالا شاید دوباره داره به دوست دخترش میگه، چون همش میگفت من بریتیشم فلان میکنم بهمان میکنم و اینا. حالا اگه شما اطلاعات بیشتری دارید، چون من خیلی میگم دنبال نکردم اخبار تونیو، اگر راجع به اون یه سری موضوعات و حواشی دیگه‌اش خبر دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. چا تقب پژو پارسه، میریزه خونه کف پارک داشتم غیبت میکنه کریس آنجل، 21 داخل و خارج تهران فیم، MVP ام مثل لبران جیمز، دافه میاد پیشم بلایند دیت، ولی من پیکی ام فاز بلایندر، کوبه ترک بلایند دیت و بلاندرز. واه پیکی بلاندرز دمش گرم. پی ام مثل اینجا نشون داد که آقا من تکستاشو نوشتم و نمیدونم این اصلا نمیتونه تکست بنویسه و اینجور داستانا دیگه. تمام ماجرا جواب کل جوابا رو تو ترک داد. این کارش خوشم اومد. وارد حاشیه و نمیدونم توییت بزن و استوری بذار و پست بذار و کسکلک بازی و دنبالش نرفت. خیلی خوشگل اومد، خیلی حرفه‌ای مثل یه آرتیست تو ترک همه داستاناشو گفت و قدرت نمایی هم کرد. لبران جیمز دافه میاد پیشم بلایند دیت، ولی من پیکی ام فاز بلایندر، کوبه ترکم توی اجرا آرنا کل جمعیتن هدبام میدم بزننه در عقب بسوا هدشات میشی توی سنترال، دستم میگیرم میکنیم بعد بیاد دیکو میخوام میکوبم رو میز مناسب. دیکو گفت دیگه ایشالله. هدشات میشی توی سنترال، دستم میگیرم میکنیم بعد بیاد دیکو میخوام میکوبم رو میز مناسب پیکو. من بچم نداره لیپو ولی عقب چه قواره ای، سردیم من رو فلو سوار شات تو میدم لیور مثل مسلا، عقاب دریلم بگیرم اوج تا دیگه نرسه صدای کلا. نیستم درگیر پخته و خامان ولی دافا میام فقط واسه تونی وان مان، زخارا پنیک منو تا ببینن ران یکی اونور داره زنگ میزنه به 999 یه بعد خرج هفته واسه شامپان. 999 شماره کجاست؟ من انقدر دیگه به خارج مسلط نیستم، من در حد همون 911 شو بلدم واقعا. اون آتش نشانی جاییه. مانزاخارا پنیک منو تا میبینن ران یکی اونور داره زنگ میزنه به 999 یه بعد خرج هفته واسه شامپاین پنکی اگه بچه وقت الا خاص باز وکیلم با هم مهم نی اگهشم بازداشت نمیخورن اینجوره این چاقالا به دانس مان. تو استیشن با فوری در میام زیر 24 ساعت فوری، کیس واسم میسازه یه بچه کلی، یادش رفت مثل که بود جنده تونی. میکنم شوت مثل کوبی، مهم نی این نفع جلورم خودی، دنبال کراوتی خوراکم تویی، مسلباس بیاد سراغم پلیس. دریل خفن کاله
back in the car. GSN. پسر عجب کار خفنی بود حاجی، خیلی حرفه‌ای و مشتی بود، پشمام ریخت، اصلا فکر نمی‌کردم یه همچین چیزی بخواد بده بیرون، واقعا جر داد، پاره کرد. یه دیسترک خیلی خفن بود عملا به دوست دخترش که تمام حرفا رو توی این ترک گفت. من این حرکتش خیلی خوشم اومد، به خاطر اینی که یه اتفاقی که افتاد مثل حالا بلاگرا و مثل اینفلوئنسرها نرفته گوشی دستش بگیره بخواد توی استوری و نمیدونم اینجور فضای مجازی جواب بده. آقا آرتیست وقتی آرتیست باشه حتی اگه حاشیه‌ای هم براش درست بشه میاد قشنگ توی ترک جواب میده. یعنی با اون کریری که داره، با اون هنری که داره، هنر رپر چیه؟ رپ کردنه، نوشتنه، و اینه که به تو ترک جواب بدی خیلی خفن تر از اینه که بخوای وارد ماجراهای دیس و دیس توی چیز بشی، توی فضای مجازی بشی و استوری و اینجور مسخره بازی ها. چقدر کار خفنی بود. اولد اسکول اولشو خیلی دوست داشتم، حالت مثلا ترپتور هم داشت، خیلی خفن بود، بیتش فوق العاده به من حال داد، خیلی کیف کردم واقعا. بیت قسمت اولش و قسمت دریلش هم که فوق العاده بود، اصلا کلا یه پانچایی اومد که فوق العاده خفن. تکنیکش هم که مثل همیشه عالی و خفن و روی بیت جوست تمیز مسلط، همه چی اوکی بود. پرودوس کارم که دیگه عالی بود، همه چی سر جای خودش بود، اضافه کاری نداشت و ویدیو هم خب نسبتاً کارو در آورد دیگه. یه جاهایی از کنسرت استفاده کرده بود و بقیه جاها هم دیگه حالا حالت سلفی تور داشت و کار هیپ هاپی خفنی بود، خیلی خوب بود و مثل همیشه تونی از پس کار خیلی خفن بر اومد. نظرتو حتما توی کامنت ها برای من بنویسید، اون جاهایی که من خیلی نگرفتم ماجراها رو حتما برام توضیح بدید ببینیم که داستان از چه قراره. حالا کسی هم نمیتونه کامنت ها رو بخونه و متوجهش بشه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک و بکوبید که ویدیو بیشتر دیده بشه. کامنت حتما برام بذارید، نظراتتون رو بنویسید. اگر هم حوصله نوشتن نداری یه دونه عدد 7 برای من بنویسید، کلی توی کوچه من عروسی خواهد شد. اینستاگرام و تلگرام هم که همون اول ویدیو اومد میتونید داشته باشید، اخبار رو دنبال کنید، ویدیو رو ببینید و سابسکرایب چنل هم که یادتون نره. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. اینی که همراهی میکنید و حمایت میکنید دست یکتون رو میبوسم. نوکری هم تا ویدیو بعدی پر رو باشید و رپی.